تا حالا جرثقیلی رو دیدین که وزنش به اندازه 500 تا فیل باشه و بتونه یک ساختمون 80 طبقه رو بلند کنه؟ تا حالا جرثقیلی رو دیدین که قوی ترین غول مهندسی دنیا باشه؟ با شما هستیم تا لیبهر LR 13000 رو بهتون معرفی کنیم. این یک جرثقیل معمولی نیست و وزنش به حدود 3000 تن، یعنی معادل وزن 500 فیل میرسه. این غول آهنی میتونه 3000 تن بار رو تو یک بار بلند کردن به راحتی جابجا کنه. ارتفاعش نزدیک به 248 متر، یعنی هم اندازه یک ساختمون 80 طبقه است و واقعاً یک هیولای مهندسی به شمار میره. حالا سوال اینه که اینقدر قدرت کجا کاربرد داره؟ وقتی بقیه ماشین‌ها توی کارهای سنگین کم میارن، این غول وارد عمل میشه. از بلند کردن قطعات غول پیکر کشتی‌ها و نصب توربین‌های بادی بلند گرفته تا جابجایی تجهیزات صنعتی عظیم، این جرثقیل سخت‌ترین کارها رو آسون میکنه. به همین دلیل کشورهایی مثل آلمان، آمریکا و چین برای پروژه‌های سخت ساختمانی و صنعتی خودشون روش حساب میکنن. خلاصه هر جا ماشین‌های دیگه تسلیم میشن، قدرت واقعی این تایتان مهندسی تازه شروع میشه. اگر از این مدل ویدیوهای خفن و دانستنی‌های شگفت‌انگیز دنیای مهندسی خوشتون میاد، حتما پیج رو دنبال کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید تا آنها هم شگفت زده بشن.